چهارچرخی بود، این چرخه قول داده بود هیچ چی رو که برای امام حسین کرایه نگیره، اگه میفهمد مال هیئت کرایه نمیگیره. زرنگه دیگه، این آدم زرنگه، میگه کرایه رو بیبی میده. نمیخواسته کرایه بگیره، حتی این که بیبی هم میده روش حساب نمیکرده، گفته ولی میگه یه روز تو خونه هیچی نداشتیم، فقط هم بال امام حسین به پست ما خورد. میگه یه دفعه گفتم الان زنم شب برم چجوری جواب شدم بچم فلان، گفتم نه من با امام حسین عهد بستم، ولش کن. پول نگره، باره رو برد. گذاشت شب شد، دیر شد، اومد خونه که مثلا خجالت زن و بچه شو نکشه. زنش گفت بابا چقدر دیر اومدی، این همه جنسایی که اون بنده خدا آورده تو خونه است. کدوم بنده خدا؟ گفت یکی گفت بار ما رو برد، پول نگرفت، ما براش جنس. اگه نشستی دو تا 4 تایی کار کردی کار خرابه. اگه یه روزی گفتی که من یه عمر پا دیگه دارم گرما میکشم، من 10 تا مجلس خوندم هر روز برات، من منبر رفتم، من رو آوردی، ولش کن دیگه، کار خراب شد. نه میخوای حاجت داری بگو آقا حاجتمو بده، اصلا به کارت اصلا کاری نکردیم. او یه بارم از زینب سر بچه هاشو نگاه نکرده رو نیزه. نه که بیبی بشینه فکر کنه بگه نه من نباید برای بچه هم مرسیه بگم، نباید برای اونا گیر، نه اصلا نمیدیده بچه هاشو، فقط حسین رو میدیده.